خوشباردم که دختری داری. چی کار کنم دختر؟ دختر جنسوی مغزی اومد که سکته کرده هر جا بردم خوب نمیشه میگه اگه عمل کنی فلج میشه ما 2 تا ورزش فلاوکس بخوره هر ورق 800 تومن میگیره 800. آره امسال هر چی کار کرد میگه دارو بابا چیکار میکنه؟ شاید چیکاری؟ رادیوگرافی مغزی اینو انجام دادی؟ نبردم دیگه نبردم اینو ببر. بعد این هزینه شما میدید، گزارش شما بده تا بتونید بفرستین پزشکای مشهد. خب فقط برای که مطمئن بشین که حالا بعداً آدم پشیمون نباشه ما هم به چند تا دکتر نشون بدیم، ما جوابشو به خودت میدیم دیگه. باشه دست اگر به نتیجه عمل کنی شاید یه سری آدمایی پیدا شدن کمک کنن. اگر هم نباشه توی تامین دارو اینا کمکت میکنیم هر چقدر بتونیم. خدا خیر